میخوایم در مورد تنگی واژن و تاثیرش در بهبود روابط جنسی صحبت کنیم. کلاً واژن سالم کلید سلامت لگن هست و موجب افزایش روحیه و سلامت روحی زنان میشه. گشاد شدگی واژن یا سستی واژن به طور کلی یک روند طبیعی محسوب میشه که با افزایش سن ایجاد میشه. به خاطر اینکه در اثر افزایش سن و ایجاد روند پیری هورمون استروژن کاهش پیدا میکنه. در اثر کاهش هورمون استروژن دیواره واژن دچار سستی، شل شدگی و گشاد شدگی میشه. به طور کلی گشاد شدگی علاوه بر اینکه سن درش تاثیر داره، یک سری موارد دیگه هم میتونن اون رو افزایش بدن، مثل بارداری، زایمان، یائسگی، تغییرات هورمونی، هر گونه افزایش فشاری که به واژن یا به لگن وارد میشه، برداشتن اجسام سنگین، همه اینها میتونه تاثیر داشته باشه. خوشبختانه امروزه با پیشرفت‌هایی که تو در پزشکی اتفاق افتاده، روش‌های درمانی برای درمان این گشاد شدگی‌ها و سستی‌ها وجود داره.